اگر پرونده پناهندگیتون اینلیجیبل بشه، آیا بلافاصله ورک پرمیت یا استادی پرمیتتون باطل میشه؟ نه لزوماً. IRCC یک پالیسی موقت اعلام کرده که بر اساس اون به بعضی از افرادی که رفیوجی کلیمشون واجد شرایط ارجاع به بورد پناهندگی یا IRB شناخته نشده اجازه بده که همچنان اوپن ورک پرمیت یا استادی پرمیتشون رو حفظ بکنن یا بتونن برای تمدید اونها اقدام بکنن. مشکل اینجا بود که قبلا وقتی که یک کلیم اینلیجیبل میشد تا زمانی که مرحله پری ریمووال ریسک اسسمنت انجام بشه، فرد وارد یه دوره بلا تکلیف میشد. یعنی نه تصمیم نهایی رو پرونده گرفته شده بود و نه وضعیت تحصیل و کارش مشخص بود. حالا دولت کانادا اومده برای این مدت زمان راهکار موقتش رو ارائه کرده. البته متاسفانه این پالیسی شامل حال همه افراد نمیشه و باید حتما هر پرونده به صورت جداگانه بررسی بشه که ببینیم واجد شرایط استفاده از این راهکار موقت هستید یا خیر.